السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدران، مادران، خواهران و برادران عزیز، کسانی که در کانال من هستند مرحمت کرده باید پارتیسیپیت کنند. و من گفتنی هستم که برادرانی که مقصد با من سوال دیدن که خود برای چی همی کوشش کرده هستی، همی کوشش خود برادر دست کرد. کوشش کی؟ هر کی ما دکتریم، البته همه شما میدونید که من دکتر هستم. دستم چیزی اومده سه روز گپ کرده است. دستم خیلی برادران صحت یافتن، خوب با کل فعالیتشون خودشون رفتن، لیکن گفتنی هستم برادران عزیز که وقتی شما زنگ میزنین و من میگم حالت خوب است یا که بیمار هستم یا که کمرین پسه که قوت ندارم، من گفتنی هستم برادران عزیز که هر یک انسان، هر یک آدمی که تفکرش سازه، هر یک انسانی که مقصد عقل سالم داره، باید با خود یک چمدانی با یک یاری تعطیلی باید داشته باشه. دورو و پرو باید همه وقت باید باشه، یا که دالین سنجر. اما این چیزا رو نداریم. ما بسیار پول کار میکنیم و راست که یه بار عقل رو نمیگیره که مثلا ما همین چیزا رو بخریم. اما چی گفتنی هستم برادران عزیز، وقتی که شما ما بسته در کجای هستی نیستیم، همه وقت خداوند تنی صحت رو بکنه، لیکن گفتنی هستم که شما کوشش کنین هر یک دورو را باید شما با خود داشته باشید همه وقت، یا که تجهیزات‌های طبی و مانند دالین سنجر یا که حرارت سنجر، این چیزا را همه وقت شما داشته باشین. اینا شما ببینید که در تمام دنیا کی میدونست که همین بیماری کرونا میدونید. بیماری کرونا خودم البته میدونید در تمام دنیا را یک پاندemia گرفتگی. اما بو بین دیگر دولت که دیوم بورا بو کرانتی شده است. خدمانی خیلی نشده، همون با کار فعالیت خیلی بود رنگ پیشکی هم خیلی بریم، لیکن هم خیلی گپ هست که اثر با کرانتی کردنی. برای همه میگم برادران وقتی شما کار میکنید یک کلا به ایجاد رساد نکنید برای سلامتی خودتون. حتی شما وقتی زنتون میگه که بچه‌م پول روی که 20 کیلو نه 5000 رویش کن، اصلا نیست داخل ذخیره کن. وقتی بیمار میشه دیگه دخترم دای زنگ دادن نمیکنه، این کلادردارم با کلادر نمیگیره. کسال باشین میگه که سوزی برای دای تجربه کاری خودم بسیار حالت‌ها را ما دیدم. بسیار حالت‌ها را دیدیم و بچه‌ها کسالن بیمارخانه میرن، دکتر میگه سوزی. اینا استاتستیک رپورت نمیکنن. برای نوای میگم برادران که احتیاط کنیم. همه وقت احتیاط میگن این حیات. خوب برادر سلامت باشی. یکون سلام باشه تا کمیتر کنیم. خودم نگاه بکنم.